سلام دوستان، این جلسه مقایسه کردن دو چیز با هم، صفت برتر یا یک چیز نسبت به تمام هم نوعاش یعنی صفت تفضیلی همراه با حرف اضافه از رو فرا میگیرید. بابا جون، کدوم پرنده سریع‌تره؟ عقاب یا کبوتر؟ دخترم، عقاب از کبوتر سریع‌تره. کدوم حیوان بزرگتره؟ کرگدن یا تمساح؟ کرگدن از تیمسا بزرگتره. کدوم حیوان کندتره؟ لاک‌پشت یا جوجه تیغی؟ مشخصا لاک‌پشت از جوجه تیغی کندتره. ببین اون فیل سنگین ترین حیوان خشکیه. آیا طاووس زیباترین حیوان جهانه؟ یا بابا، آیا مورچه پرکارترین حشره است؟ عزیزم، بهتر نیست خودت جوابای این سوالا رو پیدا کنی؟ تنبلی چیز بدیه ها. باشه. این جلسه در مورد مقایسه کردن صفت برتر و صفت تفضیلی صحبت میکنم و حرف اضافه از رو یاد میگیرید. خب صفت برتر اصلا یعنی چی؟ زمانی هست که شما دو تا چیز رو میخواین با هم مقایسه بکنین. از چی استفاده میکنین؟ از تر. مثال میزنم. فیل بزرگ است. حالا میخوام فیل رو با یه چیز دیگه مقایسه کنم. فیل از تمساح بزرگتر است. مخففش هم میتونم بکنم. فیل از تمساح بزرگتره. دیگه است رو نمیارم. حالا میخوام فیل رو با همه حیوونا مقایسه کنم. مثلا با همه حیوانای خشکی. خب میگم چی؟ فیل از همه حیوانات خشکی بزرگتر است. اینطوری هم میتونم بگم فیل بزرگترین حیوان خشکی است. پس صفت تفضیلی چیه؟ اونیه که شما یک چیز رو با بقیه هم نوعای خودش مقایسه کنی و از همه برترش کنی. برترین میشه و با چی میاد؟ با ترین میاد. حالا چجوری سوالیش بکنم؟ از میان حیوانها بزرگترین حیوان کدام است؟ خب نکته، پس همیشه کدام اول جمله نمیاد. کدام میتونه وسط جمله هم بیاد. یعنی شما با از میتونی سوالی کنی و صوت رو چیکار کنی؟ عوض کنی. امیدوارم این درس رو به خوبی متوجه شده باشید. مانا باشید. شیر، پلنگ، ببر، گرگ، سگ، روباه، گربه، اسب، لاک‌پشت، میمون، الاغ، جوجه، مرغ، خروس، عقاب، زرافه، طاووس، موش، خرگوش، تمساح، کرگدن، فیل، گنجشک، کبوتر، پروانه، طوطی، مورچه، مارمولک، خرچنگ، ماهی، وال، گاو، گوسفند، بره،
خوک